عجب شکوهی، عجب عظمتی. افتتاحیه جام جهانی ایران. چه کسی میتونه بگه ما میزبان خوبی نیستیم؟ همین الان به من خبر دادن که مجوز این مراسم دوباره لغو شد. شواهد از تعویق بازی پرتغال و کلمبیا خبر میده. اتوبوس تیم پرتغال در ترافیک تهران گیر کرده. وزارت خارجه از عدم صدور ویزای تیم‌های ملی آمریکا، عربستان، امارات و 28 کشور متخاصم دیگر خبر داد. روبرتو مارتینز برو دیگه. نیمار به دلیل افتادن در چاله‌ای در وسط زمین مصدوم شد و ادامه رقابت‌ها را از دست داد. اما حضور فوق ستاره تیم ملی فرانسه در گلزار شهادت. از لحظه‌ای که پامو توی تهران گذاشتم گفتم اولین جایی که باید منو ببرید این مکان مقدسه. مرگ بر آمریکا و اسرائیل. VPN دارم، هر گیگ $3. بیا این بر بازار بدون قطعی و چند کاربره. وینیسیوس پشت توپ ایستاده. اوه برق استادیوم هم رفت. بازیکن‌های فرانسه اصلا نگران نباشند. الان یه حال مسئولین بعد از گرفتن عکس‌های تکی، عکس‌های 2 نفره و عکس‌های خانوادگی جام رو به اونها تحویل میدن.